بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمدین بیادرای معزز. امروز خیلی یک ویدیو ضروری و خیلی یک ویدیو مهم براتون تهیه کردیم. با دیدن این ویدیو شما میتونین در بخش وب فول استک دیولپر شوین. شما میتونین وبسایت جور کنین، شما میتونین یک دیتابیس کرییت کنین، جور کنین. همچنان هر نوع مشکل باشه درباره پی اچ پی یا در کدهای پی اچ پی، هر نوع ارر باشه شما او را میتونین دیباگینگ کنین یا اررش پیدا کنین. این ویدیو را ما در پانتون قندوز به خاطر محصلین سنف 4 کامپیوتر ساینس تدریس دادیم و همچنان ما دیدم که این ویدیو خیلی ضروری و مهم است. نو به خاطر ما گفتم که شما همچنان باید این ویدیو را ببینین که از این ویدیو شما هم استفاده کنین. گرچه هم اول ما باید خدا براتون معرفی کنیم. اسم ما فیض‌الله فیروزی است. این ویدیو را در سال 2020 تقریبا اول سال 2021 است، ماه دوم و روز دوم. یک سال میشه که ویدیو را ما در پانتون قندوز ریکارد کردیم. دیدیم که ویدیو خیلی مهم است و براتون پس همچنان ریکارد کنیم. با این ویدیو شما میتونین به شکل گرافیکی یک دیتابیس بسازین، جور کنین. همچنان میتونین به شکل دینامیک دیتا را از دیتابیس بگیرین، به شکل تیبل او را نشان بدین. همچنان شما میتونین امی دیتا را دیلیت کنین، اپدیت کنین، دو تغییرات بیارین. میتونین بسیار کارهای مهم و بسیار کارهای ضروری دی شما اجرا کنین. اگر شما ببینین اینجا ما میایم به شکل گرافیکی یک دیتابیس جور میکنیم و همچنان باز میایم میتونیم اینجا یک دیتا را دیلیت کنیم. هر نوع دیتا باشه میتونیم یک دیتا را اینجا اضافه کنیم. به نام افغان باشه، لاست نمیشم افغان باشه، فون نمبرش هم باشه 078000 2528، سلاریش هم باشه 90000. انتر. اگر این را قبول نکرد میبینین اینجا براتون گفت ارائه داد، میگه not added. یک دیگر را اضافه میکنیم به نام اتل لالا، فون نمبرش هم امی است. این حال اینجا باز ارائه میگیره به خاطر که این نمبر که است اوجا در دیتابیس همراه ما است. این ما میگیریم 2521، سلاریش هم باشه 90000. انتر به نام اتل لالا است. سابمیت این را ذخیره میکنه. ببینین اتل لالا این نمبر بیشتر در اینجا بود، به خاطر او ما این را یونیک کردیم. یعنی نمیتونه که یک نمبر دو دفعه سیو یا ذخیره کنین. این را میتونین شما اپدیت کنین. دوستای معزز، شما میتونین با دیدن این ویدیو هر نوع ارر پی اچ پی باشه شما میتونین او را دیباگینگ کنین، بوتسترپ یاد بگیرین. یعنی خلاص در پی اچ پی بسیار بسیار مهم است. این ویدیو به خاطر اشخاص است که میخواه نو پی اچ پی را یاد بگیره، وبسایت یاد بگیره. همچنان اگر پی اچ پی را یاد داشته باشه این ویدیو را برشان خیلی خیلی ضروری است. خیلی خیلی تریکای خوبه ما دی نشان دادم براتون. ویدیو را ببینین و سابسکرایب از یادتان نره. زنده باشین. تشکر. خداحافظ.